بسم الله الرحمن الرحیم. 22 نصیحت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از نماز صبح نخواب، از تنبلی دوری کن، با دوست بد وقتت را تلف نکن، به وعده‌ات عمل کن یا وعده‌ات را پوره کن. از کلمات زشت و خراب در صحبت با مردم استفاده نکن. با خانواده‌ات مهربان باش. اشخاصی که در حقت بدی کردند را ببخش. نگاهت را کنترل کن. برای دیگران هم دعای خیر کن. چیزی را که به خود می‌خواهی برای دیگران هم بخواه. روی پای خودت استاد شو و زیاد از مردم توقع نداشته باش یا تکیه مکن به مردم. در کارها به الله توکل کن و اعتماد کن. فقط حقیقت را بگو. هر کجا و در هر حالی که هستی از الله بترس و تقوا داشته باش. در کارهای خوب از دیگران پیشی بگیر یا سبقت کن. در کارهایی که به درست و غلط بودنش شک داری کنار بگذار. زیاد الله را یاد کن. از روی علم و دانشی که داری کاری را انجام بده یا همان استعدادی که داری. کارهای خوب را بدون تظاهر و ریا انجام بده. سجده‌هایت را طولانی کن و دعا کن. زبانت همیشه با ذکر الله تر باشه. همیشه صدقه بده، حتی در حد یک خرمای کوچک، و همیشه لبخند بر لب داشته باش و یا همیشه لبخند بزن.